شهر رویایی دبی رو که همه میشناسیم. این شهر با داشتن جزیره‌های مصنوعی با هتل‌های 7 ستاره جهان یعنی برج العرب یا همون برج دبی و بلندترین ساختمان ساخته شده توسط بشر در حال حاضر مشهوره که بلندترین آسمون خراش اون یعنی برج خلیفه 828 متر ارتفاع داره. اما شهر دبی همیشه یه شهر زیبا و دلپذیر نبوده، زیرا تا همین 30 سال پیش شهر دبی یه شهر کوچیک ماهیگیری بود که کمتر از 1000 نفر جمعیت داشت. شهر دبی الان یکی از مهمترین مراکز انتقال محموله‌های تجاری جهانه، اما در حال حاضر بیشتر از 30 میلیون نفر تو این شهر زیبا زندگی میکنن. شهر دبی الان میزبان برخی از پروژه‌های عظیم جاه طلبانه است که تو هیچ جای دنیا مانند نداره، مثل پروژه ساخت شهرک کریک هاربر که شامل برج کریک هم میشه که قرار این برج بلندترین ساختمون جهان بشه. کار ساخت و ساز این شهرک 18 میلیارد دلاری ساخت برج کریک دبی بلندترین برج جهانه که توسط شرکت امار پشتیبانی میشه. این برج عظیم که بیشتر با اسم برج نظاره شهر دبی شناخته میشه، در مرکز بخشی بزرگتر به اسم خلیج خور شهر دبی قرار گرفته. این برج در حال ساخته و از بلندترین برج فعلی جهان یعنی برج خلیفه هم بلندتره. این برج با الهامگیری از معماری سنتی اسلامی و شباهت این سازه به یک دارت یا موشک بزرگ رو به آسمونه که زیبایی اونو دوچندان میکنه و توسط معماری سوئیسی اسپانیایی به نام سانتیاگو کالاتراوا طراحی شده. علاوه بر مشاهده چندین عرشه، قرار بلندترین مسجد هم تو این برج ساخته بشه که افراد هنگام غروب آفتاب بتونن تو ارتفاع 1000 متری به خوندن نماز مشغول بشن. اعلام کرده که این منطقه 2 برابر بزرگتر از مرکز شهر دبی میشه و شامل 2 کیلومتر با منظره آبشار و 679 میلیون متر مربع فضای مسکونی و 851 هزار متر مربع فضای تجاری و 22 هتل با 4400 اتاق و 11.5 میلیون متر مربع فروشگاه ساخته بشه. بعضی از معماران اعلام کردن که برج کریک تنها 100 متر از برج خلیفه بلندتره و بعضی ها میگن که برج کریک با ارتفاع 1345 متر قرار تکمیل بشه. برج کریک در سال 2016 آغاز شد و معمار این بنا سانتیاگو کالاتراوا گفته که ارتفاع اون حداقل 928 متره که برابر 3045 فوت میشه و حد اکثر این بنا 1345 متر میشه و هزینه اولیه این 3.5 میلیارد درهم برابر با 1 میلیارد دلاره و انتظار میره که در سال 2026 ساخت اون تکمیل بشه. همراهان عزیز، این ویدیو به پایان رسید. اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین و ویدیومون هم لایک کنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.